به پیج من خیلی خوش اومدی. من علیرضا امروز اومدم برای تستر سیم بسازم. یعنی ببینی یه سیمی برق توش هست یا نه. به کمک این. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. کل چیزی که لازم داریم 3 تا ترانزیستور، یه دونه بازر، اینقدر سیم با یه دونه از این بیزبیلک‌ها. ترانزیستور رو شبیه هادی چوپان می‌کنیم. اون یکی رو شبیه اون یکی هادی چوپان می‌کنیم. این شکلی به هم لحیمشون می‌کنیم. بازر اضافه می‌کنیم. این منفیه، اینم مثبته. اینم شکل نهاییش. بیزبیلک رو با اینجا لحیم می‌کنیم. سیم مثبت و منفی هم می‌زنیم به باتری 9 ولتی. بریم واسه تستش. حالا به هر سیمی که برق داشته باشه نزدیکش کنی صدا میده. اینجوری می‌تونی بفهمی سیمت وصل یا قطعه. به پیج من خیلی خوش اومدی. من علیرضا امروز اومدم برات کور القایی بسازم. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. مواد لازم: ماسفت، خازن، مقاومت، سلف، سویچ، سیملاکی و یه مقدارم هیت سینک. مشخصات همشون هم براتون تو کپشن گذاشتم. مقاومت رو وصل می‌کنیم به گیتمون. سویچمون رو وصل می‌کنیم به سورس. یه خودکار میاریم و سیملاکیمون رو 8 دور دورش میپیچونیم. این شکلی میشه. حالا از اینجا میبریمش و دوباره 8 دور دیگه میپیچونیم. 2 تا 8 دور میپیچیم. بعد میایم 2 تا پایه وسطش رو به هم دیگه لحیم میکنیم. یه همچین چیزی میشه. یه پایه سیم پیچمون رو وصل میکنیم به درین. اون یکی پایه‌اش رو وصل میکنیم به مقاومتمون. یه پایه خازنمون رو وصل میکنیم به کلید. اون یکی پایه خازنمون رو وصل میکنیم به این سیم وسطیه. یه پایه سلفمون رو وصل میکنیم به این پایه خازنه. اون یکی پایه سلفمون میشه سیم مثبتمون. حالا تمامی قطعات رو روی برد لحیم میکنیم و این میشه نسخه اصلیمون. بریم واسه تستش. این تست اول. حالا یه تیکه آهن داخلش قرار میدیم و منتظر میمونیم گرم بشه. همینطور که میبینید آهن داخلش کم کم داره داغ میشه.